السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردکای عزیز، امیدوار هستم که تمامتان جور خوب صحتمند در کنار فامیل هایتان قرار داشته باشین. خب شاگردکای عزیز، امیدوار هستم که درس گذشتهتان خوبتر یاد گرفته باشین و هیچ نوع مشکل در درستان نداشته باشین. به امتداد درس گذشته ما امروز درس جدید ما را که باز هم با امو عنوان است او را پیش میبریم و کوشش میکنیم که خوبتر یاد بگیریم درس ما را. خب شاگردکای عزیز، کوشش کنین که درسی را که میخوانین همیشه شما تکرار داشته باشین، به خاطر که برتان مشکل پیش نشه. شاگردای عزیزم، پیش از اینکه درس ما را شروع کنیم، اول همین موضوعاتی که در روی تخته هست را ما مد نظر میگیریم. بعد از درس ما را شروع میکنیم. صنف اول، مضمون تعلیم دینی. موضوع درس دین ما، یعنی به امتداد درس گذشته ما امروز درس ما را امتدادش هم میخوانیم که دین ما، درس 38 و صفحه 40، جلسه 60. خب شاگردکای عزیز، قسمی که ما هر بار گفتیم، یعنی باید در هر کاری را که ما شما انجام میدیم باید اسم الله متعال را یاد کنیم و هیچ وقت فراموش ما نشه، چون الله متعال بسیار خوشحال میشه وقتی که ما نامش را میگیریم و او را به بسیار محبت یاد میکنیم. شاگردکای عزیز، باید شما کوشش کنین که هر کاری را که انجام میدین، مثلا غذا خوردن، آب نوشیدن، کار خیر باشه، یعنی کار خراب نه، کارهای خوب را وقتی که شما انجام میدین باید به اسم الله متعال شروع کنین. پس در وقت درس خواندن هم که شما درس میخوانین باید یاد الله را کنین و اسم الله متعال را یاد کنین. به خاطر چی؟ به خاطر ای که به درس ما بسیار خوب ما مسلط می باشیم و در درس خود ما مشکلات نمی داشته باشیم. پس از این به بعد ما کوشش میکنیم که هر درسی را که میخواندیم ما اسم الله متعال را فراموش نمیکنیم. پس با گفتن چی؟ با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم درس ما را ادامه میدیم که درس ما راجع به دین ما هست. پس پیش از اینکه ما درس ما را شروع کنیم، اول ما کلمات دین ما را اینجا چی میکنیم؟ کلمات دین ما را میبینیم کدام کلمه است. کلمه اول دال، دال. آفرین. بعدیش چی میاید؟ آفرین. یا. کلمه بعدی آفرین. نون. دال یا نون. چی میشه شاگردکای عزیزم؟ تکرار کنین. دال یا نون، یعنی که دین. دال یا نون، دین. پس میما الفشم آلما میتیم. حرف بعدیش میم. آفرین. حرف بعدی میم. حرف بعدیشم الف. اینا تکمیل شد. ایام شد حروف یا حرفای دین ما. پس بیاین یک تکرار کنین امروی ما، به خاطر که یادتان نره. دال یا نون میم الف. دین. دین ما. دین ما. دین ما. دال یا نون، دین میم الف ما، دین ما. پس حالا یاد گرفتیم که دین ما چه قسم نوشته میشه. پس میاییم سوالاتی که راجع به دین ما هست اینا را جواب میدیم و پیش از اینکه جواب بدیم اول ما یک خلاصه میگیم که دین اسلام مکمل ترین یا تکمیل ترین دین است و دین اسلام طریقه و راه و روش زندگی را به انسانها یعنی یاد داده و در او طریقش برای انسانها نشان داده یا راهنمایی کرده انسانها را که چه قسم زندگی کنند و کدام کارها را انجام بدن تا الله متعال از اونا راضی باشه. پس چه خوب است شاگردکای عزیزم که ما هم از جمله امو بنده های خوب الله متعال باشیم که الله متعال از ما راضی باشه و ما باید کارهای بد را انجام ندیم که الله متعال از ما خفه شود. آفرین. پس کوشش میکنیم که کارهای خوب انجام بدیم. پس میایم یک دفعه سوالایش میبینیم که در سوالا برای ما چی گفته شده. در سوال اول شاگردکای عزیزم اینجا گفته شده که نام دین ما چیست. اگر فراموش نکرده باشین
ما در آخر هر سوال چی میگذاشتیم؟ آفرین، سوالیه. اینی علامه سوالیه است. باش ما کلانش کنم که شما ببینین. علامه سوالیه. در آخر هر سوال علامه سوالیه را فراموش نمی کنیم. در سوال گفته شده که نام نون الف میم. نام. دین دال یا نون. دین میم الف ما. نام دین ما چیست؟ چه یا سین ته. چیست؟ نام دین ما چیست؟ پس نوشته میکنیم. آفرین، شما خود جوابش هم میفهمین. نام دین ما اسلام. آفرین، اسلام است. آفرین. پس در آخرش چی میگذاریم؟ نقطه. در سوال گفته شده بود که نام دین ما چیست؟ در جوابش گفتیم که نام دین ما اسلام است. نام دین ما اسلام است. این جواب پیدا کردیم. و در سوال دوم برای ما گفته شده که دین اسلام ما را به چه چیز هدایت می کند؟ دین اسلام ما را به چه چیز هدایت می کند؟ اول حرفایش بیاییم کار کنیم که کدام حرف است؟ دین دال یا نون. دین. اسلام الف سین لام الف لام میم. اسلام یا لام الف هم میتونیم بگوییم. میم الف ما. ر الف را. ب هگردک با. چه هگردک چه یا چه هگردک چه. چه یا ز چیز. هدایت هید چشمه دال الف یا ت. هدایت می میمو یا می. کند کاف نون دال. کند هدایت می کند. دین اسلام ما را به چه چیز هدایت می کند؟ پس در جوابش پیش از اینکه جوابش رو نوشته کنیم میگیم که در آخر سوالا ما چی مگذاریم؟ سوالیه. چون از ما سوال پرسیده شده. اینی هم شد سوالیه. خب دین اسلام ما را به چه چیزها هدایت می کند؟ به کارهای خوب. آفرین. امر و از کارهای بد منع. آفرین. میکند. در آخرش نقطه. بیاین میبینیم جوابش. دین اسلام ما را به چه چیز هدایت میکند؟ جوابش به کارهای خوب امر و از کارهای بد منع میکنه. بیاین میبینیم که کارهای خوب کدام کارها هستند؟ کارهای خوب عبارت است احترام به بزرگان. احترام به بزرگان. آفرین. دیگه شفقت باش براتون بزرگتر نوشتیش کنم که شما بفهمین. شفقت به کودکان. آفرین. دیگه راستگویی درس خواندن هم فراموش نکنین. و کارهای بد را حالا میگیم. کارهای بد عبارت است دزدی، دروغ. دیگه چی است؟ قتل، یعنی کسی که قتل میکنه. بی احترامی،
و غیره کارهایی که در روزمره یک انسان به خاطر کارهای بد انجام میده. یعنی شاگردای عزیزم این کارهایی را که ما برای شما در اینجا چوکات کردیم میره شما هیچ وقت انجام ندین. و یکی از این سلام دادن به بزرگان است. سلام دادن این کارهای خوب عبارت از کدام کارها است؟ یکی سلام دادن، احترام به بزرگان، شفقت به کودکان، راستگویی و درس خواندن و کارهای خوبی که ما انجام میدیم. و کارهای غلط، این کارهایی است که باید ما انجام بدیم، امضا میزنیم. و این کارهایی که یعنی انجام دادنش خوب نیست، ایره ما باید چی کنیم؟ یعنی چلیپ ها بزنیم، به خاطر که این کارها رو ما باید هیچگاه انجام ندیم. کدام کارها هست؟ دزدی، قتل، دروغ، بی احترامی و کارهای زشت که دین اسلام او را قبول نداره. یعنی او کارها را انسانهایی که مسلمان باشن انجام نمیدن. پس ما و شما کوشش کنیم که کارهای خوب انجام بدیم. که کارهای خوب ما برای شما یاد کردم که از یام کرده کارهای دیگه هم است که باید شما انجام بدین، یا کارهایی است که شما مردم یا خداوند از خود خوش میسازین. درس ما که تحت عنوان دین ما بود تکرارش میکنیم و شما کوشش کنین که یاد بگیرین. اول خود گفتیم شاگردکای عزیزم که امی عنوان ما حرفایش چه قسم نوشته میشه که دال یا نون میم الف. دال یا نون دین میشه و میم الف ما، دین ما. سوال اول برای ما گفته شده بود که نام دین ما چیست؟ در جوابش گفتیم که نام دین ما اسلام است. دومش دین اسلام ما را به چه چیز هدایت می کند؟ دین اسلام ما را به کارهای خوب امر و از کارهای بد منع می کند. پس شاگردکای عزیزم امیدوار هستم که شما درس یاد گرفته باشین و خوبتر ایره کار کنین. کار خانگی شما هم امی است که شما درس ها را میخوانین و در کتابچه هایتان سوال جوابش نوشته میکنین و خودتان جواب میدین. و به امروز درستان تکمیل شد. شما را به خداوند پاک و بی نیاز میسپارم. الله حافظتان.